بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. امام بخاری رحمت الله علیه گفتن که باب من ذبح ضحیة غیره، باب درباره آن آدمی که قربانی دیگر کس را قربانی کرده است. یعنی یک بنده قربانی خودش را هم قربانی میکند، قربانی یه نفر دیگری را هم قربانی میکند، یا اینکه قربانی دیگر کس را قربانی میکند. این نامش را در اصطلاح شرعی وکیل میگویند. شما مثلا در روسیه قرار دارید، به تاجیکستان زنگ میزنید، یا آدم وکیل میکنید، میگوید که از نام من قربانی کن. آن آدم آیا جایز است که از نام شما قربانی کند؟ شما مبلغ میفرستونید و ای گفتی شما رو اجرا میکند. میگن که باب درباره آن آدمی که قربانی دیگر کس را اجرا میکند. بعد از آن دو اثری را ذکر کردن و گفتن که اعان رجل ابن عمر فی بدنته، یه مرد به عبدالله ابن عمر در قربانی شترش یاری داد. در دیگر روایت ها آمده است که مرد از لجام شتر یا از ریسمان شتر داشته میزد یا پای شتر را میقپید وقتی که عبدالله ابن عمر آن را نحر میکردن. بدنته یعنی شتر. بدنه از کلمه بدن گرفته شده. وقتی که بدن شتر که کلان است، نامش را عرب ها بدنه گفتن. و امر ابو موسی بناته ان یضحین بایدیهن، ابو موسی اشعری دخترهای خود را امر کردند که با دست خودتان قربانی کنید. این دلالت میکند به جایز بودن قربانی کردن زنها. فقط در نزد مالک گفتن که زنهایی که حایضه هست خوب است که نکند گفتن. و امام شافعی میگن که بهتر این است که زن قربانی نکند و در نزد قربانی شاهد شود. یعنی در نزد قربانی آمده ایستد، لیکن یک کسی دیگر را، پدرش، برادرش، دادرش، فرزندش، یک کسی دیگر را وکیل کند و خودش در نزدش حاضر شود گفتن. لیکن این روایتی که امام بخاری از صحابه بزرگوار روایت کردن دلالت میکند که قربانی زنها هم درست است. کدام زنی که میخواهد با دست خودش قربانی کند، مرحمت قربانی کند.